بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، به برنامه اشکال افغان خوش آمدین. امروز به کمک مادر ما بیبیاجی که آخر شمارش از 2767 بر ما 28,000 افغانی روان کرده بودن که ما از این جمله 23,000 افغانی را امروز قرار است که بر 10 خانواده 3 قلم مواد چی است؟ قیماق، ربا و پنیرک. 3 قلم بله مواد است که انشاءالله اینا با کسایی که نیاز دارن میرسانیم و خدا ثوابش رو به مادر جان ما برسانیم. بله گفتک نام نگی، فقط بیبیاجی ما از خاطر از این که بفهمه کمی کمک از ماست آخر شمارهشون برش میگم 2767 دیگه. فقط یک بسته پنیرک 24 دانه داره، یک بسته مربا 12 دانه داره و یک بسته هم قیماق که 24 دانه داره که حداقل هموطنای ما که همین ماه مبارک رمضان روزه میگیرن یک روزه خوب داشته باشند دیگه. فعلا داخل مندوی هستیم، ما هم در سراغ کسایی هستیم که کارگر هستند و برای کار برآمدن. بیرون هم شدیدن باران است و ما هم دیگه در کوشش هستیم که چی کنیم برای هموطنا برسانیم کسایی که ارشد نیاز داره. بله و میمونه 5,000 افغانیشون که در برنامه بعدی بخیر باز بر هموطنا تقدیم خواهد کرده. می دو نفر که دو تا بوجه ها را بار کرده بود چی رقم است این میگه چند امو را بار کنه باز می کراچیش بیا میجه که ما هم از خدا بار کنیم. خداوند کمک کنه پدر. پیغمبر که این که ما بشنه روزه گرفتیم این مسلمان جنگ لا اله الا محمد رسول الله مسلمان که قبول کرده مسلمان خواستیم شکر. رحم به مسلمان خداوند رحم کنه سر کل ما و شما. تو همه چارایی چند میبری کاکا؟ از کی از کراچی؟ تو چارایی را؟ ای نمی چند به تو متا؟ ها؟ تو خوشه کنه وی ها؟ کجا؟ یک 20 صحیح است؟ صحیح. کار دست کجا آوردی؟ این نیست است. از اون طرف باز دیگه بار است میاری برام دو بیلر قیر است. هات چی بیار بخشت. ها چطور است که در روزه؟ بازی گرنگ نیست میتونی تو در ماه روزه دیگه یا مجبوری است؟ خود با خدا دکرد. کار شد. اونم میگه که باز ببر بخیر خانه صحیح است؟ بخیر است. رفت میره میگه چی بار کردی استاد جان؟ پلاستیک کجا میبریم؟ مندهی؟ چند میگیری از این بخیر؟ 60 دم بغل استاد کتون نبیا کاکا پیش نبیا با لحاظ 4 تا قومت نبیا کاکا اینجا استاد کن. برو پدر جان برو که مردم استاد میشه. برو لالا جان. چطور هستی استاد جان جور پلاستیک بار کردی؟ پلاستیک بار کردی. حالا امروز باران هم از روزه هم چطور برآمدی؟ مشکلات هست دیگه. روزگار خانه است. چاره نمیشه. روزگار تیر نمیشه. برو پدر جان برو خیر ببینی. کوشش داریم که خانه پیدا کنیم. بله. باران هم که باشه دیگه چاره نداریم بر نیاییم. خانه بازم اینجاست؟ خانه اینجاست. خب در ولایت از ده خانه. کارگر کی است؟ یک خودیم هستم. خودت کار؟ خودم کار. کار اول است دیگه. کار اول است. همیشه 60 روپیه. دیگه 60 روپیه. با سخت نیست در روزه کار کردن؟ سخت که هست چیکار کنیم دیگه؟ چاره نیست دیگه. چی برف باشه چی باران دیگه اولادا نان میخواد. نان میخواد هر چی کی باشه. باز بر سحری و پس شوی یا چی میبری خودت؟ یک ذره لوبیا میبریم از دیگه سیب زمینی یا چای یا 2 تا خامه. بله. یک روزگار است که میچلانیم دیگه رقم. اما هر روز کار میکنی باز میبری؟ میبریم مشا. تو بستگی نخری؟ نه خرده میتونم. خرده نمیتونیم. درست میگی. یک بستهش یگان تا 500 500 1000 700 بله. خود ما نمیتونیم خرده. بیا خداوند مهربان است. تو بیا خیر خودت بیا که اینجا بیربار هستم یک دانه را ما برات تسلیم کنم.
بره دور بره بیا در اکا برین بگم یک دانه را بره بیا در حالا دکره بودی نگوشی یعنی اونو سعی میکنی ها؟ مو خورد بیشتر بوده خورد نکره بودی اینا تفسد نور مترکیش نون نداشت بیا تو دی بغل بیا سعی که جوانی از دیگر حالا دل آدم چطور هستی پالوا؟ استاد شد دیگه همینجا استاد شد کل مردم جمع میشه بره بیادر اکا بره خیرت بره او بیادر برو لالا جان برو پدر جان برو من همی آدم کار دارم چی گفت سر تو؟ 8 خانه هستم 5000 کلی خانه است کالای خانه خیلی فروختیم کلی خانه رو دادی اینی میشه بنیم نان افطاری با والی نداشتم پیغمبر باران است میانم گشته یک رفت کار نکرد مال خانه را فروختی؟ مال خانه را فروختم با کرا دادی حالا چی کنیم ما؟ هر چی که بگین است خودت مدن انصاف دن هر چی که مدن خودت انصاف دن اینجا اگه یک رسپان بیاریم کشالت کنیم اگه کشال کنیم ما خب ترسیم که اوشتکای خدا بیغم شیم که ما خود شما آزرده نباشد خدا نکنه از کدام هست سلام علیکم کاکای خوبی؟ سودا از کیه؟ از مردم ها؟ همینجا استاد که یک دقیقه کار دارم باز رسیدن نفرهای اهل چطور هستی کاکای؟ برو کاکا پیش برو که نفر آمد باز جان تو جوره بخیری؟ بخیری تو سودا خرید کرده؟ سودا خرید کرده به خانه؟ آره از مردم هستی سایش پیش رفته سایش پیش رفته برو لالا جان یک ذره پشت سر برو کاریگر کیه در خانه؟ خانه والا کاریگر این یک سر تحصیل کلاب و مکتب و جام میده تو دایری سفید ای باران کار میتنی؟ روزه هم داری؟ والا این جام نیم خدا مهربان اصولی جوان کمک میکنه دیگه میکنه خدا شما رو دستای تو در چی اولا کده؟ دستای در چی اولا کده؟ اینجا اولا کده تو کن پیریه دیگه چند سال عمر دستویه؟ والا قریب یک 85 90 آکن میشه باز روزه چیز خیلی سپری میشه؟ روزه را چیز خیلی میگیریم؟ روزه چیز میزه هست یا نه؟ روزه رو میگیریم سایده خدا و ابوالفضل پیشوای تو چیز کمک میکنه نیدم میکنه هوا هم سرده دیگه هوا سرده بسیار با سحری چیز میخوری کاکای؟ در سحری چیز میخوری؟ والا گای شوله و گای پوله و گای پایتی و گای نان چای و یعنی دیگه خانه است بیا خداوند اجرشی رو بیدیم خیلی ببین چشمک از تو کور شده یک دانشی؟ والا یعنی کور شده در کربلا راسم هم جور نشده خب بیا خداوند شفا بده دیگه ما شما هر چیزی که میطلبیم اگر مریضی است اگر جانجوری است هر چیز است از خدا باید طلب کنیم ما شما را خدا بیده دربارش کنان آجیساد سلامت باشه تو هم کراچی خورم اینجی بیل خو مایم بخیر است جان و جور است خوبه خب هموطنا یک پدر موی سفید ما 80 سال عمرش به خاطر از این که کمکی تربیه بر آمده در این ماه مبارک رمضان در این روز باران که به خانه چیزی ببره اینجا خانه ببرید شما نمورد کشنگی شما جوان هست که خدا ستم میکنه بیا خداوند مهربان است یک بسته قیماق یک بسته مربا یک بسته پنیرک خدا خیلی از توی ایره باز از طرف بیاجی قبول کو ببر خانه خدا قبول کنه خیرات ده قضو باز دعا کو دنیا و آخرت خانه که خدا او رو شفا بیده دستار و مال ده خانت برکت سلامت جوانیت برکت ما را بغل از خدا بده برو خدا نگاه
خدا برو خداحافظ است و سلام. حال تو چرا باز آمدی؟ خب پیشتر ندادم تا. نه ندادی خدا. نه چقدر دویدم پشت سرت. اگه میداشتم والا که من پیشم میدویدم. برو خدا کامیاب داشته باشد. خدا آوی من. بگم یک دانه را. یک مارم. برو بدر حالا. دکره بودی نگو. سلام علیکم. کاکا جور هستی جان جور است. چی حال احوال؟ شکر صاحب. چی میکنی اینجا؟ ایت والله نمیده سیستم دیگه. روزه باران است مقصد کار کنید روزه رو خطیر میکنی. بله بله. توکل به خدا. بیشک. چطور از زندگی؟ زندگی هم دیگه نمیتو تیر میشه مقصد. بله. والا صاحب چی کنیم؟ بیا توکل به خدا دیگه امروز چیزی کار شد یا نشد؟ باران از دیگه مردم بوتم رنگ نمید. غیر یک 20 روپه که نمیده یک چبلق یک آدم چی کردم دوختم دیگه تاله نکارت نه رنگ میکنه نه دیگه میکنه. والا. بیا خداوند مهربان. توکل به پروردگار خدا چیزی که رضایش از روزه مبارک است یک بار برکت دیگه. بله. بیا توکل به خدا دیگه نمیگه که از طرف بیاجی باز برای خودت تقدیم است قایماق مربا پنیرک یک بسته. خیر ببینه خدا خیرش بده. پس برو بچه. دست از این کارم نمیشه این از بغل بگیرش. باش که سیاست تیر شد. کاکا بار میتونی برده؟ چطور نمیتونم باور که مریضم دارم. والا مریض دارم. دو بوجی است دو بوجی آر میتونم چیز که مریض دارم کجا در چی خانه من اینمی حال پیسه دوایش نیست که من برام بگیرم برش. چطور بر آمدی؟ خود چطور کنیم این حال باش گفتیم که اگر کار غریبی باشد نیست دیگه چطور کنیم؟ حال کار نکردی از صبح؟ نه والا نه. هیچ؟ نه والا اینجا کار مار نکردیم من. در رمضان باز کرده چی افطار میکنن سحری چی میخوره؟ والا اینجا کار بود میخورم نبوده دیگه اما تو گوش نبیدم. چی میگی؟ باور کن. سخت نیست باز کم برای از خانه برای کار؟ کنیم والا تخته. کورتی تا مکمل تر شده ولی دیگه چطور کنیم؟ یا خداوند مهربان است. بشک. توکل به خدا. از کدام را بگیریم اونجا؟ چی از سال او؟ نه. چی است؟ نمیفهمم من. پنیرک است چیزاست تکتای. کجا میبری؟ خانه این یا غلشم. خانه کی؟ همونجا در خانه کرایی میشنیم. نه لیره خانه کی میبری؟ خانه خور. چرا؟ میبرم دیگه. میخوریم در بگاهی کمک. حالا ما تو را که شماست تکتای. هموطنا دیگه اینی حالت روز روزگار ماسی مادر است که طفل است که برف و باران است که واقعیتی چی ده. اون بغل گوشه برو. خب مادر چی میکنی در این روز برف و باران اینجا؟ برو جان امی نیست که یک ساعت میشه نماشم نان میگیرم مشت کاکاخ میبر. چند تا تفلکای؟ 5 تا است. شوهرت کجا؟ شوهر ندارم شوهر مفید کرد. چند سال میشه؟ بیا تیر شلال. خانه کجاست؟ خانم وزی کچه قلقه بی. بچه کلان چی کار میکنی؟ بچه کلان ندارم بچه کلان 19 ساله. اینی را باز ببر خانه خب؟ خب خیر. قایماق مربا اسکته پنیرک. خب خیر دیدین خدا تشکر. حالا چیزی کار کردی که بری خانه؟ نه خدا قرون نیم بیستیر کار کرد. بیا خدا مهربان است دم یک دکان بازار وقت رفتی بود. خب صحیح باقی بی بیاجی باز دعا کن. خب خیر ببینه خداوند در زنده بش باشه. بخیر باشیم. چند شده کاکا؟ جان جور است. چند شده چارک؟ چارک 70. بلند نیست؟ نه دیگه چی بلند است بابا 70. چارک 70 ها؟ چارک 70 بله. چارک یک 50 میمونه برات؟ نه انشالله 60 روپه میمونه. 60 روپه نه. چقدر سرمایه پدر؟ سرمایه؟
1200 است که امروز 1700 میشده قرض کردیم دیگه از مارکت. چی میگی؟ با خدا این کجا سرمایه کجاست آخر؟ دسلاف چیزی گرفتی؟ دسلاف کردیم ما خدا را شکر ناشکرش نمیکنیم. ما به خواله خرج خانه پورا کنه خود چه کنیم از این خانه بیرون باشه آدم بهتر است. روزه است که الله صاحب خراب نشه طفلا را یگان. طفلا زن خب مرد خدا بیامرزش طفلا را ما را اذیت نکنم بهتر است. خانمت به وقت رسیده؟ خداوند مغفرتش کنه باشه. چقدر وقت؟ 40 روز میشه. طفلکا دیگه به مادر هستن. والا هم پدر شدیم برشان هم مادر چاره نیست دیگه چه کنیم؟ والا از این خانه بیرون انسان است دیگه. شاید پارسال در ماه روزه بوده باشه در کنارتون. امور بله هم طفلان گریه میکنن به خاطر از که پارسال در رمضان همراه ما بود مثال نیست. و این واقعیت داره که چرا گفتم هر روزی که میگذره اون روز دوباره پس نمیاد دوباره بر نمیگرده. فقط خداوند باقی میمانه و خلاص. نمو باقی میمانه نه ملائک میمانه نه دیگه میمانه هم مرا جانش هم میگیره. بله. چه کنیم رضای خدا است آدم چیز کنه نمیتونه در رضای خدا. مریض بود. ما ایران بودیم سکته قلبی کردیم سکته مغزی کرده بود یک دو هم تو جای مانده بود. بله. خانه اینجا نزدیکه؟ نزدیکه بله خانه نزدیک است خانه نزدیک. بیا خداوند رحم کنه دیگه پدر جان. بخیر باش. خداوند رحم کنه ما پس میایم پیشت. والله بسیار این میگه از طرف بی آجی دیگه باز خانه ببر به حقش دعا کن. قربانت ان شاء الله جهان سپاس تشکر دعا میکنیم خداوند مغفرتش کنه دیگه چو ببخشید زندگی خداوند پاک صحت کامل بده جنت ها را نصیبش کنه. این دنیا را خوب کنه و دنیا. آمین اردیش خوب. ما را هم در پالش کم کم دعا کنیم. چرا نه بچه‌ش از بلای زمین آسمان. آمین آمین. کل را نجات بده. کل مؤمن مسلمان. قربانت سلامت باش. خداحافظ. بخیر باش. سلامت. زنده باش. تیز شد باران. برو بسش نیازم نخچان آمد مکمل رو بیتی. ساونداری نرو بالا میشیدم موتا. هاو سلام علیکم. لالا جور هستی سر؟ خیر خیرتی ده. چه دیگه کراچی؟ کراچی می آمدم. بار وړلای شي ولې نشم وړلای راوړه کراچۍ دې راوړه اوس خو زه له کار لرم بار مې راوړی پیسې اخلم ښه د چا ده هغه دا یو دفتر والا ده ښه تسلیم دې که و تسلیم یې کړ ته خیر یو 2 دقیقې کراچۍ دلته راوړه بیرته بیا لاړ شي هموطنا ببینین جوان ما را جوانیش ببینین دیگه ببینین چرا ما تر کراچیوان و چرا تو در بدر خاک بسر باید باشیم دا کوم ځای نه دی راوړو دا مې دلته یو سری نه راوړو بیا څو درکوي دا 50 روپۍ پیره راکوي 50 روپۍ مکتب چې دی نه ده ویلي مکتب مې ویلی ده څوم پورې 12 مې خلاص کړی دی څه وایې نو یو سړی چې ټول عمر مکتب وایي بیا راشي کراچیوانۍ ته دا کراچیوانی د اوس څوک وظیفه نه درکوي نو مجبوره کراچیواني وکړي بل کار نشته ده په افغانستان کې درس ووایه اخر کې هم کراچیوان اخر کې هم کراچیوان شي دا دې په یوازې هلته پورته کړ هو په یوازې مې پورته څه وایې ډېر زور نه غواړي نه زور خو غواړي مجبوري ده نو څه وکړو راوړه دا کراچۍ دې راوړه
موز است. یا الله. زم دا یو بس د اعلام دومره بار وړی شي نه ډیر وړلای شم څونه چې وړلای شم زور دې رسیږي و بس دا بی اجي له طرفه تا ته هم داسې تحفه ده دی بس خیر دې وي بس کور دې آباد وي اول بچیان دې لوی بس خیر دې وي موږ مخکې ولید ډیر بار د سره وم چې هغه ځای نه بیرته راتاو شو قیماق پنیرک او ورسره مربا خیر روژه په خیر تیره کړه صحیح ده زه الله دې مل شم زه بیرته کراچۍ سره د عمل ته لاړ شم مانډیوالش نباشد 2 نفر بودن نه چطور هستی کاکا؟ چه کردی کراچی را؟ بیا بیشی در موتر پیش موترهای میگه بس بود دادا یک روپا کلوش بود نکسی ندادم دکسید نمیشد این تونی سال مگه جای نفر مگه پیسه نداری ترش کم شد همه تو میگن بیا اینجا بیا پالوی ما نه تو روی تداور بته حالا تو کجا ای طرف او طرف کجا میری حالا؟ پوشاج آباد گفتی چند سال عمرت است؟ نه یک 70 سال باشه 70 سال این پدر ما در سن 70 سالگی کراچی دو تایرک چوبی داری کلان یک روز آرد که بار کرده با سودا برات گرفته حال در سحری چیز میخورین یا نه؟ والا نان چای نان چای نگه چیز نیست؟ نه حال از اینجا تا علی آباد پیاده میرفتی؟ پیاده میرفتم چرا؟ که موتر که نباشه چی کنم؟ راست می اینی یک بسته پنیرک است خب منزل دوم که است مربا است منزل اول که است قیماق است این حال منزل اول خوش داری دوره یا سیره؟ هر کنه که باشه دیگه نه کدام منزل خوش داری منزل اول که است قیماق است نرم منزل دویش که است بیادر مربا است دویش خوش دارم مربا منزل سه که است پنیرک است خدا بیشتر بیشتر حال کدام منزلش تو انتخاب کو انتخاب خودم قیماق صحیحه دیگه منزل اول از زلزله خو نمیترسی نه ها نه زلزله چیزی که خدا کرد از جانب الله است از جانب خدا است بیشک خب باش که خواهی کرای موتر تام بتم دک موترک باز بشینی ببری خدا خیلی داده خب هموطنان عزیز از طرف بی آجی مادر ما از کانادا که شماره تلفنش آخرش 2767 است 28000 روان کرده بود 23000 10 بسته ما قیماق 10 بسته مربا 10 بسته پنیرک خریدیم به هموطنان ما تقدیم کردیم یا آخریش بود که به پدرجان تقدیم کردیم 5000 افغانیش هم در برنامه بعدی به یکی از هموطنا تقدیم خواهد کردیم خب این ربان تو که ما برم کرای تا بیارم نه خدا خیلی صحیح از پیش ادم بگیرم 150 یا بیارم برات صحیح با نوربان خیره ایره بگی کرا کدک موتر پرتو ببر بخیر خو برو پناهت با خدا